راز تفاوت درآمد افراد در یک جامعه چیه؟ چی میشه که افراد توی یک جامعه درآمدهای بسیار متفاوتی دارن؟ خصوصا افرادی که شرایط مشابهی دارن یا حتی زمانی شرایط کاملا مثل هم داشتن، مثلا تخصصهای یکسانی دارن. شما فرض کنید 2 نفر از یک دانشکده با یک معدل در یک زمان فارغ التحصیل میشن. شما 5 سال دیگه، 6 سال دیگه، 10 سال دیگه اینها رو نگاه میکنید، میبینید این مثلا درآمدش هنوز مایی چه میدونم 700 هزار تومنه، اون درآمدش مایی 80 میلیون تومنه، 100 میلیون تومنه، 200 میلیون تومنه. این دو فرد یکی نیستن. چه تفاوتی در مهارت‌های این دو فرد وجود داشته که تا این حد در موفقیت‌های اجتماعی و کاری و به طور خاص درآمد اینها تأثیر گذاشته. اینها موضوع رشته MBA و اینها مهارت‌های کارآفرینی نامیده میشه. البته مهارت‌های کارآفرینی خودش عرض کردم بحثی است بسیار طولانی. مهارت‌های کارآفرینی بوتسترپت یا در واقع برون سازمانی داریم، کارآفرینی‌های درون سازمانی داریم و بسیاری بحث‌هایی که در این علم امروز در جهان مطرحه. اما موضوع کارآفرینی اسنس رشته MBA، یعنی کارآفرینی MBA رو از دیگر رشته‌های مدیریتی متمایز میکنه و امروز پر واضحه که کارآفرینی تنها دوای دردهای اقتصادی و اجتماعی کشور ماست. یعنی هیچ راه حل دیگری وجود نداره. ما نباید منتظر باشیم تا مشکلات کشور ما از سوی دولت مردان این کشور حل بشه. قطعاً حل نخواهد شد. دولت مردان بعضی از دیگرها بهترند، اما به طور کلی مشکلات باید از پایین حل بشه. این نکته است که دیگه همه اقتصاددان‌ها در ایران متفق قول راجبش هستن که اصلاح پایدار مشکلات اقتصادی کشور ما از راه کارآفرینی آحاد افراد و آحاد متخصصین این جامعه فراهم خواهد شد. مخصوصا SME ها و Small and Medium Enterprises، شرکت های کوچک، کسب و کارهای کوچک که امروز کانون توجه کارآفرینی در کل جهان قرار گرفته و در واقع بهترین راه برای حرکت و پویا کردن اقتصاد است. MBA رشته‌ای است که این رو به شما یاد میده. پس در واقع اگر خلاصه بخوام بگم MBA رشته‌ای است که به شما یاد میده چگونه از دانشی که دارید، از تخصص‌هایی که دارید، از تجربه‌ها و قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی که دارید در عرصه عمل و در عرصه کار به خوبی استفاده کنید. چگونه مدیر خوبی در عرصه کارتون باشید، چگونه فرصت‌ها رو در محیط بهتر و زودتر از بقیه شناسایی کنید و چه ایده‌هایی برای استفاده از این فرصت‌ها داشته باشید. MBA بهتون یاد میده چجور و چگونه از توانمندی‌ها و داشته‌های خودتون، از علم‌ها و تخصص‌های خودتون خوب پول در بیارید. چون این پول در آوردن تخصصی است دیگر. تخصص دوم افراد پول در آوردن از تخصصه. یعنی تخصص پول در آوردن غیر از آن تخصصی است که شما ازش پول در میارید. این نکته بسیار مهمیه. راز تفاوت درآمد افرادی که تخصصهای یکسانی دارن در واقع همینه که تخصص دوم اینها متفاوته. تخصص استفاده از تخصص و این تخصص نزد رشته MBA. این بسیار اهمیت داره. یعنی در واقع امروزه دنیا از افیشنسی تحصیلات داره صحبت میکنه. افراد متخصص میشن اما در تخصص خودشون ناتوان هستن. مخصوصا در کشور ما که متاسفانه متخصصین ما از اعتماد به نفس لازم در عرصه کار معمولاً برخوردار نیستن. افراد وقتی اصلا روال این شده فارغ التحصیل دانشگاه، اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که بعد از پایان تحصیلاتش بره یه شرکتی، یه سازمانی چیزی پیدا کنه، استخدام، حقوق کم، حقوقی که کفاف زندگیشو به خوبی نمیده در